اکنون مختصر از خبر و رویدادهای کشورهای همسایه و جهان همکارمان صفیه واحدова به شما گزارش می‌دهد. در تاجیکستان امسال کوتای جدا شده برای ادای مراسم حج پر نشد. در این باره رئیس کمیته دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها سلیمان دولتزاده ضمن نشست خبری امروزه در دوشنبه خبر داده گفت عربستان سعودی امسال به تاجیکستان 5000 کوتا جدا نموده بود، لیکن نه همش استفاده شد. دولتزاده افزود که شماری صحیح زائرین امسال از تاجیکستان با انجام معرکه معلوم می شود. رئیس کمیته کمشوی توجه به ادای مراسم حج را به وضع نامساعد اقتصادی شهروندان نسبت می دهد. بعضی خواهشمندان خود را نامنویس می کنند ولی از اجرای عهدهداری پرداختی مبلغ یا تهیه حجت‌های دخلدار سر وقت برآمده نمی توانند. این اساساً به شرایط اقتصادی شهروندان وابسته است. پیشتر در ولایت سوخت خواهشمندان ادای مراسم حج تا سال 2025 نوبت می گرفتند. طول سالهای اخیر در همان جا هم کمشوی صفیانها به نظر می رسد، گفت سلیمان دولتزاده. این در حالی است که سال جاری بیشتر آنهایی را که نیت حج داشتند و در شعبه‌های ناحیوی عاید به کارهای دین خود را نامنویس کرده بودند، حکومت مجبور کرد که به جای ادای حج مبلغ خود را در کارهای خیر و احسان و آبادکاری در داخل کشور صرف کنند. طبق طلب مقامات، ده‌ها ساختمان پل و میدان‌های ورزشی، انشاءات محافظت از سیلاب‌خیزی، تعمیر راه و قبرستان‌ها به عوض ادای مراسم حج از طرف برای خط سفر حج نامنویس شدگان ساخته به استفاده داده شدند. از آنها حکومت نواربرداری کرده مردم را تشویق نمود تا به جای آرزوی حج روی کردن انشاءات‌هایی که حکومت از عهده ساختمان و اجرایش نمی‌براید به عهده گیرند.